خدا من داد مشکلات مالی ما رو بردار، خدا تو دل مردم بگذار. همه این بار مثلا مشکلات مالی، خدا حالا بعد چیکار کنم؟ به کی باید زنگ بزنم؟ کجا برم صحبت کنم که کار جلو بره؟ مشکلات خودم چی؟ زنی که کمک‌های مالی می‌کنید بدونید به من نمی‌کنید، دارین به خداوند میدید. زکی نشون میده تبدیل شده، چون با پولش شروع میکنه. تا وقتی پولت رو به خدا تقدیم نکردی هنوز کم داری. من خجالت نمیکشم که میگم هدیه بدید. اگر لازمه یه وعده نخوریم، اگر لازمه یه بار قهوه نخوریم. اولا تشکر کنم عزیزانی که با ما در تماس هستید. زیاد راجع به مسائل مالی صحبت نمی‌کنیم. ولی من بچه 2 ساله 1 ساله نمیدونم چند ماه نمیتونه به دزدی، راحت بگم. باید هممون بزرگ بشیم و با همدیگه باید بریم این دزدی بزرگو بکنیم سلام، حالت چطوره؟ سلام. من و خانمم رفتیم کروز. تو این کشتی ها، یه کشتی 4-5 روز میخوری و میخوابی و تفریح و استراحت، همه چیز تمام. آقا دوسته سلام، حالت چطوره؟ سلام آقا دوسته. آقا سلام باشن جون. اونم جاتون خالی. چه کبابی میزنیم بر بدن. اگه تحقیر بکشید منو بکشی، حرف میشی. اگه چاقو بکشید منو بکشی، مبارک شما. مرسی. به عروسی دخترم که روز یک شنبه 29 مرداد ساعت 4:30 صبح وقت تهران انجام میشه دعوت دارید. این مراسم به طور زنده پخش خواهد شد.